گاهی تاریخ برای یک بار هم که شده در مقبره‌ای را بی آنکه کسی دست برد زده باشد باز می‌کند. این بار نور که افتاد، نخستین چیزی که درخشید سر افساری بود پوشیده از جواهر سبز. فقط کمی آن سوتر از گروزنی امروز در نکروپولیس الخانکلا کرگانی از خاک بیرون آمد که 2500 سال تمام را در سکوت گذرانده بود. درونش افسار و یراق اسب، 3 تیغه جنگی، ظرف‌هایی از فلز وارداتی و مشتی گوهر سرخ. این که هیچ کس پیش از ما به آن دست نبرده، خودش معجزه ماجراست. آلانها، خویشاوند سرمتی‌ها و سکاها، مردمانی اسب سوار و کوچرو بودند. ریششان به فلات ایران میرسد و زبانشان شاخه‌ای از زبانهای ایرانی هند و اروپایی بود. بعدها شاخه‌هایی از آنان با هنها درآمیختند یا در سپاه روم و وندالها تا گل و اسپانیا راندند. اما اینجا هنوز پیش از آن تاخت و تازهاست. دوره آغازین، وقتی هویتشان را با یراق اسب و هنر فلزکاری فریاد میزند. نگاه کن، افساری که گویا با تورمالین سبز و طلا آذین شده، کنار آن چند یراق دیگر، تیغه‌ها و جام‌هایی که از دوردست آمدند. اینها صرفاً اشیاء نیستند، نقشه روابط و مسیرهای بازرگانی اند و نشان طبقه صاحب مقام. احتمالاً سوار جنگی بلند مرتبه‌ای که با شکوه اسبش به خاک سپرده شده، بیشتر کرگان‌های غنی قرن‌ها پیش غارت شدند، اما این یکی مثل کپسول زمان نظم خاک سپاری و چیدمان اصیل اشیاء را نگه داشته. از دل همین ترتیب هاست که می شود آیین بدرقه، نسبت‌های اجتماعی و حتی ذائقه هنری آلانها را خواند. در هنر آلان، جانور نقش‌ها و نگاره‌های اسبی پررنگند. این یراق جواهربار کنار تیغه‌ها روایتی است از جهانی که در آن جنگاوری، نجابت اسب و زرگری ظریف یکدیگر را کامل می‌کردند. هر نگین روی افسار یک بله به شأن و شوکت سواری است که دیگر نامش را نمی‌دانیم. تصویر را دونیم کن. پایین تیم کاوش، متر، شبکه گرید، ثبت جزئیات. بالا خیال استپ و تاخت اسبان. برق سنگ‌های سبز بر پیشانی اسب. میان این دو یک پرتو، استعاره گفتگوی علم و اسطوره. نه دشمن که دوبال یک پرنده. اگر افسارها زبان داشتند، از آخرین سواری میگفتند که به آفتاب عصر نگاه کرد و رفت. حالا نوبت توست. این چیدمان برای چه کسی بوده؟ فرماندهی که قهرمانانه افتاد یا نجیب زاده‌ای که با شکوه اسبش به سفر آخر رفت؟ بنویس. تو این گور خاموش چه می‌بینی؟